الحق من ربکم. بگوی پیغمبر علیه السلام حق اوست که از جانب پروردگار آمده باشه، او حق است. پندارهای شما حق شمرده نمیشه، ظن و گمان شما حق شمرده نمیشه. شما علم نداره، به وجود خود علم نداره، به مصلحت امور علم نداره، چه قسم شما دلیل برای خود جور میکنه؟ کلش از جانب پروردگار است. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی که میخواه ایمان بیاره و کسی که میخواه کافر شود، الله اختیار داده. چه رقم کافر شود؟ اسباب ایمانه، الله برات اسباب ایمان آوردن برات داده، استعداد داده، قابلیت داده، چشم داده، گوش داده، مسائل بشنو، تحقیق بکو، ببین راه حقه. امروز یک تعداد مردم همینطور در کوچه حسن چپ خود میزنه. ما والا کدام راه را بگیریم، گپی کدام مولا را قبول کنیم؟ الله متعال برات اسباب تفکیک فایده و نقصه برات داده. در مسائل دنیا تو از همین اسباب کار میگیری و این را برای خود آنقدر تیز میسازی، یا اسباب به آنقدر در کار میندازی که پرسان نکو. یک روز اگر تو نقص کردی سبا تلاش میکنی که من در نقص واقع نشم. اما دین پیشی اهمیت نداره، اما آخرت پیشی اهمیت نداره، اما عقیده تو در قلبت ضعیف است. تو در جستجوی از این نیستی که من راه درست پیدا بکنم. چرا الله اسباب هدایت برات نشان نداده؟ کدام راه حق است؟ از کجا بری تو بیان میشه؟ تو چرا خود گل میزنی؟ اینطور مردم ها امیان فعلا موجود است. میگم ما نمیفهمیم. آیا چشم نداری؟ حرکات مردم ارزیابی کردن نمیتونی؟ آیا تو گوش نداری؟ سخنان مردم نمیشنوی؟ که از شکم گپ میزنه، از ظن و گمان گپ میزنه، که از یقین و قرآن و حدیث گپ میزنه. تو چرا تفکیک نمیتونی؟ الله برات وسیله تفکیک نداده؟ بالکل داده. آیا برای تو الله استعداد تحقیق نداده؟ تأمل و تفکر نداده که تو تأمل بکنی که کدام راه صواب است؟ الله مرا مامور به کدام رفتن کدام راه مرا مامور ساخته. شکرگزار باشم، سپاس نعمتهای الله متعال بکنم، قدر نعمتهای الله را داشته باشم. یعنی که نعوذ بالله برخلاف برعکس آن چیزی که نعوذ بالله بندگی شهوت و نفس است او را دنبال کنم و کل عمر خدا در بندگی شهوات بکنم. کدامشه؟ امروز ما و شما در سخت امتحان قرار داریم. وسایل فتنه و فساد و گناه در خانه در جیب ما آمده، ما را تباه کرده، اما به اختیار خود هستی. سبا روزی انتقاد و اعتراض سری اراده و مشیت الله کرده نمیتونه. الله وسایل سعادت برای ما مهیا کرده، ما از وسایل سعادت باید کار بگیریم. نمیشه یک انسان بگویه من اولاد خوش دارم، اولاد داشته باشم، خانواده و کانون خانواده ما موجود باشه، اما قرار در خانه نشسته، نه خواستگاری میکنه، نه توی میکنه، نه همبستری میکنه، نه پشتش میگرده و بگویه که الله خود نوشته کرده. الله هر چیز ما سبب به اسباب ساخته. مثل که نمی قسم امور طبیعی به دست شما، اگرچه هیچ امر طبیعی نیست، طبیعت هیچ اختیار نداره. طبیعت چیست؟ همه امور به نظم و دیسیپلین الله پیش میره، به قانون الله پیش میره. تمام امور کائنات استوار با نظمی که الله مقرر کرده، مطابق اون نظم استوار است و محکم است. هیچ چیز ذره حتی شور خوردن حرکت کردن یک برگ هم بدون نظام و قانون الله نیست. نگو که طبیعت است، لیکن اموره که تو طبیعی میگی که میگی این طور است، الله متعال برای از او اسباب مقرر کرده. بی اسباب نمیشه، بی اسباب نمیشه. من در بیرون میشم، زمستان است، برف میباره ولی یخم نشوه. عجیب است. چرا خانه جور میکنی؟ تو که وقتی طور میکنی خیلی نانم نخو، حرکتم نکو، هیچ کار نکو. از او خاطر است تقدیر بسیار فواید داره که فوایدش براتون بیان میکنم ان شاء الله. الله متعال در یک جانب در بسیار آیات های قرآن کریم اختیار انسان برملا میسازه، آشکارا میسازه که انسان مختار است.